اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و عاشروهن بالمعروف. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز مرکزی دعوتی پیمان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر جایی که هستید صحتمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید. بحث امروزی ما در مورد حسن معاشرت یا رفتار خوب با همسر هست. در این اواخر واقعا خیلی زیاد شده خشونت و بدرفتاری، زشت رفتاری در برابر همسر یا در برابر خانم ها واقعا خیلی زیاد شده. به ما میاد سوال هایی که مطرح میشه یا به اصطلاح پیشنهاداتی که میاد، آدم وقتی میشنوی قضایا رو میبینی واقعا مایوس میشه که چرا یک مسلمان چنین موقفی در برابر همسرش داشته باشه. بیایید با هم در قرآن ببینید که قرآن در این مورد چی میگه با ما. از اول قرآن تا اخیر قرآن وقتی که آیاتی که در ارتباط به خانواده، تشکیل خانواده، در ارتباط به همسرداری به اصطلاح و تشکیل فامیل هست، وقتی این آیات رو نگاه بکنید همه جا قرآن تأکید کرده که باید با همسرت رفتاری نیکو داشته باشی. به طور مثال آیت اول وقتی شما میرید خواستگاری همسر میگیرید یک چیزی به عنوان مهر باید بپردازید. قرآن میگه و آتوهن اجورهن بالمعروف. مهر زنها را باید با طریقه پسندیده و طریقه احسن بپردازید. یعنی با کلمه معروف گفته. کلمه معروف یعنی وجه احسن، اخلاقی نیک، به روش خوب و طریقه بسیار پسندیده و نیک. مهر زن را گفته باید به خوبی بپردازید. آیت دوم بعد از پرداخت مهر قضیه عروسی مطرح میشه، تشکیل خانواده هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید و عاشروهن بالمعروف. با همسرانتان معاشرتی نیکو داشته باشید، رفتاری نیکو داشته باشید. در زندگی کوشش بکنید با اونها مثل یک رفیق و دوست رفتار بکنید، احترام متقابل داشته باشید. مرحله سوم الله تبارک و تعالی میفرماید، یعنی بعد از اینکه ازدواج شد و عروسی شد، بحث نفقه و قضیه خانه مطرح میشه. الله جل جلاله میفرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بر شماست، یعنی بر شوهر است که برای همسرش خانه نفقه را تهیه بکنه، کسوت و لباس و مسائل ضروری خانه را و طریقه معروف، یعنی با وجهی احسن و پسندیده. بعد از این قضیه الله تبارک و تعالی میگه خب اگر اختلافی پیش آمده در خانه، زن و شوهر با هم نساختن و بحث نشوزت مطرح شد و نارضایتی ها مطرح شد بین زن و شوهر و از هم دیگر راضی نبودن، خب بالاخره تا قضیه تا جایی کشید تا سرحدی که بحث جدایی و طلاق مطرح شد. قرآن میگه طلاق هم به معروف. الطلاق مرتانی فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق هم میگه دو تاست، یا با خوبی همسرت نگاه کو یا با خوبی از هم جدا شوید، حتی بدون منت و دعوا و جنگ و جنجال. مشکل ما ایست که آیاتی که در مورد ازدواج قبول داریم ولی بحث طلاق قبول نداریم، در حالی که هر دو از یک طرف یک خالق به ما نازل شده. همون پروردگار که دستور به ازدواج داده، همون پروردگار بحث طلاق مطرح کرده در صورت ضرورت. حتی بعد از طلاق یک مسئله از بین فقها به نام متعه یاد میکنن. برای خانم باید یک سر و لباسی داده بشه که از خانه شوهری که طلاق گرفته یا طلاق شده باید بره خانه پدرش. قرآن چی میگه؟ وللمطلقات متاع بالمعروف. برای زنای مطلقه یک متاعی است، یک سر و لباسی است با طریقه احسن پسندیده. شما دقت بکنید، یعنی از اول تا انتهای زندگی همش با معروف است. هیچ جایش الله تبارک و تعالی است کلمه خشونت یا قهر و غضب استفاده نکرده و اجازه نداده. وقتی مهر میپردازید میگه و آتوهن اجورهن بالمعروف، با طریقه احسن. بعد میگه و عاشروهن بالمعروف، زندگی هم با وجه احسن. بعد میگه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، نفقه و خانم باید با وجه احسن و اخلاق پسندیده باشه. بعدش میگه الطلاق مرتانی فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق هم باید با معروف باشه، اخلاق و طریقه پسندیده باشه. بعدش میگه وللمطلقات متاع بالمعروف. این شیوه قرآنی است در ارتباط با همسر. بیایید که از لحاظ حدیث ببینیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیرکم خیرکم لاهل و انا خیرکم لاهل.
بهترین شما کسی است که با همسرش رفتاری نیکو داره، اخلاقی نیکو داره، با همسرش دوست است، حرمت متقابل داره. نگفته با مادرش، با پدرش، با اقرباش، با همسرش. منظور از اهل اینجا هم اهل واقعی همسر است. روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از صحابه را دفن کردن. در اثنای دفن صحابه چهره مبارک تغییر کرد. خب صحابه بعد از اینکه دفن شد پرسان کردن یا رسول الله علت چی بود؟ چرا ناراحت شدی؟ فرمود برای این عذاب قبر بود. صحابه گفتن چرا؟ ای که صحابه بوده، خودت نماز جنازهش خواندی. وقتی که جستجو کردن گفتن با همسرش بد اخلاقی میکرده، بد رفتاری میکرده. فکر نکنید همیشه فقط با آزار و اذیت مادر عذاب است. نه، با همسرم. اسلام یک دینی عدالت است، اعتدال و میانه روی است. حق هر کس در قالب ترسیم کرده. یعنی دینمان اجازه نمیده که پدر حق پسرش ضایع کنه، پسر حق پدرش ضایع کنه، یا به خاطر مادر حق همسرت ضایع کنی، یا به خاطر همسر حق مادرت ضایع کنی. بلکه حق هر کسی رو در چوکات مشخص بیان کرده، باید او را اجرا بکنی. و خیلی مهم اینجاست، خیلی از مردان واقعا ظلم میکنن. مرد با همسرش صدها دو دشنام توهین تحقیر میکنه، ولی بالمقابل توقع نداره که خانمش برش چیزی بگه. چرا؟ میگه من مرد هستم، شوهر هستم. در حالی که اسلام به ما چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چی گونه رفتار میکرد؟ پیامبر از همسرانش مشورت میگرفت، با همسرانش کار میکرد، در خانه جارو میکرد، لباس میشوست، غذا پخته میکرد. گاه وقتی غذا شور میشد، بینمک میشد، عیب و اعتراضی نمیگرفت. حتی حضرت ام المؤمنین عایشه که از خاطراتش اینو نوشت، بیان کرده، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز بر غذای اعتراض نکرده. اگر دوست میداشت میخورد، نمیداشت سکوت میکرد، خلاص بسم الله. بناهن با همون قول افغانی ما یک ذره از مردیتان کم بکنید، یک عمر راحت زندگی بکنید. خیلی واقعا بعضی ها وحشیانه زندگی میکنن، رفتاری خیلی زشت دارن با همسرانشان. فکر میکنن که کینیز آوردن به خانهشان یا خدمه آوردن، در حالی که اسلام عزیز میگه زن رو وقتی آورده به خانه، اگر توان داشتی برایش یک خدمتگار باید بگیری که خدمتش بکنه. حتی از لحاظ شر خانم حق نداره، خانم یک فرد با پدر و مادر او فرد، یعنی خانم حق نداره با خدمت پدر و مادر شوهرش بکنه. اسلام ایره میگه خودت مسئول هستی در برابر پدر و مادرت، برو خدمتشان بکن. ولی بعضی مردها یک عمر یک زن رو در یک فامیل 20 نفری تحمیل میکنه، میگه بمیریم باید اینجا زندگی کنی. یا مثلا یک طرف ناراضه، نمیخوان با هم زندگی کنن، مشکل دارن، میگه که نخیر، با اون لباس سفید عروسی که آمدی با کفن سفید مگر از خانه بیرون بشه، الا در غیر ازو دیگه خلاص چاره ای نیست. عرف ما، ننگ ما میگه نمیگذاره که ما طلاقت بدیم، از هم جدا بشیم. خاک بر سرتان با این ننگ و با این غیرت. اسلام چی میگه؟ ما چی میکنیم؟ به کدام مسیر و کدام راه روان هستیم؟ بنابراین عزیزان من کوشش کنید قدر همسرتان را بدانید، احترام متقابل داشته باشید. والله اگر حرمت کردی حرمت میشی، اگر اکرام کردی اکرام میشی. من خدم فقط خودی، کسی خدمت بکنه خدمت میشه. بنابراین او همسرتان است، نیمی ایمانتان است، فکر و روح و روانتان است، تسکین و آرامش جانتان است. من نمیگم، الله میگه در قرآن. یکی از چیزهایی که گفته انسان سکونت و آرامش میده همسر است. و من آیاتی ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. وسیله همسر انسان آرامش پیدا میکنه، راحت میشه. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.